ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم مرصوص. اون که عنایت دارید منافقین فوزل با خیالاتی که صدام و صدامیان شاید براشون درست کرده بودن و با ذهنیتی که داشتن فکر میکردن که مملکت آغوش گرم خودش رو برای اینها باز خواهد کرد و گاهی دارن اینها یک حرکت و تک هماهنگ شده ای رو با عراق که از قبل هم برنامه‌ریزی کرده بودن توی محور قصر شیرین، سر پل ذهاب، کرند غرب و در نهایت خود اسلام آباد و این محور که گردنه چهارزبد معروف هست که 20 خورده کیلومتر تا باختران فاصله داره بیشتری کردن، ولی خیالاتی هم که داشتن توی کالکو برنامه ریزی شده شون این بودش که تا همدان و قزوین و در نهایت این موجی که با جنگ روانی ایجاد میکنن تا تهران این موج رو اشاعه بدن و در نهایت این موج منجر به تصرف ایران اسلامی بشه که این ببخشید ما سوال کنم با این قضیه، با این صحبت‌ها که امام کردن، این آخرین پیامی که دادن، این روحیه بچه‌ها چجوری شده؟ تغییر کرده؟ بهتر شده؟ بدتر شده؟ من حقایقی رو بگم خدمتتون. همونطور که میدونید با توجه به قضیه قطعنامه پذیرش قطعنامه 598 که پیش اومد، طبیعتاً یک خمودی توی نیروهای ما ایجاد شد و یک سستی ایجاد شد. دشمن فکر کرد که این سستی، این خمودگی در روحیه نیروهای ما از اینکه نتونستیم جنگ رو اونطوری که حضرت امام میخواستن، یعنی جنگ رو با جنگ به پیروزی برسونیم و به این قضیه کشیده شد، طبیعتاً موضعی که حضرت امام هم خودشون توی بیاناتشون اشاره کردن که من تا به امروز نظرم به همان شیوهی بود که مطرح کردم دفاع بکنیم از انقلاب اسلامی، لیکن مسائلی پیش آمد که انشالله در آینده روشن خواهد شد که واقعا برای بچه‌های حزب الله جبهه غیر مترقبه بود یک چنین مسئله‌ای و اینها با این روحیه و با این فکر کردن که دیگه انسجام جمهوری اسلامی از هم پاچیده و بهترین فرصت است که اینها رخنه بکنن. از جنوب اولین رخنه رو کردن که با بسیج مردم دلیر حزب الله خوزستان جلوشون گرفته شد.